با سلام و درود فراوان به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. با احترام، من سامان احتشامی هستم که از خبرگزاری ایسنا با شما صحبت میکنم. شما صدا و تصویر منو از خبرگزاری ایسنا میبینید و خوشحال هستم که در بلندترین شب سال، شب یلدا، با شما صحبت میکنم. به خاطر قد کوتاهی که دارم، کوتاه‌ترین روز سال رو به شما تبریک میگم. ایشالا همیشه خوش و خرم و سلامت باشین هر جایی که در این دنیا هستید. سپاسگزارم. قطعه‌ای که براتون انتخاب کردم اجرا میکنم قطعه‌ای هست از ساخته‌های استاد بزرگم، استاد فرامرز پایور. قطعه شادی هست، رنگ بیات اصفهان، که تقدیم حضورتون میکنم. قطعه‌ای که براتون اجرا میکنم قطعه رنگ تمنا، ساخته خودم سامان احتشامی هست که در آلبوم رازباغ 20 سال پیش منتشر شده. انشالله که خوشتون بیاد.